سلام و درود خدمت همه عزیزان. جلسه پنجم ترید به هوش مصنوعی رو میخوام شروع بکنم و یک تحول بزرگ توی این سیستم قرار واسهتون ایجاد بکنم. تو جلسه یک بهت یاد دادم چجوری بتونی اندیکاتور تخصصی رو بنویسی. تو جلسه دو بهت یاد دادم که چجوری کلاه سرت نره و استاپ لاست رو کجا بذاری. تو جلسه سوم بهت یاد دادم کجا بخری و کجا بفروشی. تو جلسه چهارم بهت یاد دادم که دقیقاً کی روند تموم میشه، ابزارهای تخصصی بهت دادم. و اما این جلسه میخوام بهت یاد بدم چجوری میتونی امپراتوری خودتو با یه $100 بسازی. ببین تو استوری بهتون گفتم دیگه، گفتم الان بری یک برگرده بگی آقا من با 10 15 میلیون تومان پول چیکار میخوام بکنم، نزنته میگه آقا برو ترشی بنداز. یا از این روش‌های عجیب غریبی میگه اصلا نمیشه، ما چه حرفی داری میزنی، با 10 15 میلیون تومان که نمیشه کار کرد. ولی این جلسه نقطه تحول و امید تو و نقطه عطف زندگیت میشه. چرا؟ چند تا کار ویژه برات کردم. اگر بزنی بری جلو نمیشنوی من بهت چی گفتم، باید همه رو ببینی. خیلی هم طولانی نگفتم این جلسه رو، مختصر مفید برات گفتم چون عملیه، 100% عملیه و بهت میخوام کمک بکنم یاد بدم که آقا واقعا با $100 هم با سیستم هوش مصنوعی میشه کار کرد. بلی داره. این $100 هزینه از این مجلات زرد نیستش بهت بگه $100 بذار 100 برابرش کنیم برو بنز باهاش بخر. نه آقا اصلا تو این مایه ها نیست. اگه با همچین فکرایی میخوای این جلسه رو نگاه بکنی که استقامت یه روشی بهت میده که آره با $100 بری بنز بخری یا آپارتمان بخری یا خونه بخری، نه اینطوریست. ولی بهت راهی رو یاد میدم که اگر فارغ التحصیل بشی از این سیستم واقعا میتونی در آینده این کارها رو انجام بدی. نکته اولی که باید در نظر بگیری اینه، این $100 که داری هزینه میکنی و میبری یه اکانت ریل و واقعی باهاش باز میکنی، از همین امروز بدون که این $100 هزینه آموزشته. هزینه هست که تو داری برای آموزش ریل و واقعی خودت در بازار مالی با وجود تمام احساسات ترس و طمع و چرخه و سیکل احساسات میخوای هزینه بکنی. پس از همین الان اینو در نظر بگیر که آقا این پولو انگار نداری. اگر وارد اکانت ریلت کردی و قراره با من حرکت بکنی بری جلو و در ادامه مواردی که دارم بهت میگم رو اجرایی بکنی، پس از الان فکر میکنی که این پولو نداری. اوکی؟ اصل دوم این قضیه که ما توش هستیم تو این جلسه هستیم چیه؟ آقا هوش مصنوعی پیشگو نیست، نوستراداموس نیست، بلکه یک ابزار پردازشگر بسیار دقیقی هستش که میچرخه بر اساس آنچه که بهش یاد دادیم، بر اساس آنچه که بهش تعلیم دادیم، بهترین ستاپ معاملاتی رو بر اساس آنچه که ما بهش یاد دادیم برامون تعیین میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ این هوش مصنوعی که من تو این جلسه باهاش کار میکنم هم اسمارت مانی رو داره به صورت کامل رعایت میکنه، هم اوردر فلو رو داره، هم ولوم ترید رو داره با تمام اون دیتای لول 2 و نمیدونم داستانایی که داره و نمیدونم همه این بازیایی که داره، هم کامل تکنیکال کلاسیک رو داره، هم سیستم سوینگ ترید توش رعایت شده، هم سیستم پرایس اکشن پیشرفته توش اومده رعایت شده و یک سیستم جامع و کامل هسته و هم مدیریت ریسک رو داره. خب میاد به من ستاپ میده، ولی داره. باز یه ولی مهم داره اینجا. این هوش مصنوعی ستاپ به هم میده، ولی تصمیم گیرنده نهایی کیه؟ تو هست. اوکی، بریم سراغ قسمت بعدی. اصل سوم اصل قانون مرگ و زندگی هستش که تو این جلسه میخوام بهت بگم. خب این هوش مصنوعی قراره چجوری به من کمک کنه؟ ببینید این جلسه رو بذارید کلش باز کنم براتون میشه. من یک کانالی درست کردم به نام در استقامت AI Trade Lab. یک لابراتوری هستش که ما در این لابراتوری میایم با استفاده کردن از هوش مصنوعی ستاپ های معاملاتی رو هر روز برای شما قرار میدیم. خوبه دیگه، اینجوری بهتر شد دیگه. ببین قبلا میگفتی استقامت من نمیتونم ابزار رو نصب بکنم، استقامت نمیتونم با هوش مصنوعی کار کنم، استقامت نمیتونم تریدینگ ویو این کارا رو انجام، نمیتونم برم پرامپت بنویسم بذارم اونجا. عشق من همه رو نوشتم. ببینید وقتی میگم همه رو نوشتم اینطوری نوشتم و وقتی که میام من بهش دیتایی که لازم داره رو میدم، میاد تمام این دیتا رو بررسی میکنه. همینطوری که اینجوری میبینی وایکوف رو بررسی میکنه، ولوم دیتا رو بررسی میکنه، بادی رو بررسی میکنه، آی سی تی رو میره میخونه، کانسپت ها رو میشناسه، همه رو و بعد بیاد من یه ستاپ میده.
این ستاپ ها رو من هر روز در صورت وجودش می‌نویسیم که آقا این ستاپ هست، در یه تایم هم فقط کار میکنیم بچه‌ها. تایمی که ما اوردر گذاری میکنیم در بازار نیویورک هستش، یعنی ساعت چند به وقت ما؟ از ساعت 5 بعد از ظهر به بعده که ستاپ معاملاتی رو ما میخوایم توش تعریف بکنیم. یعنی زمان داری، وقت داری، فقط اون موقع قرار نگاه بکن. سر کارم وقت ندارم، این من جا واسه بهونه برات نذاشتم. اوکی، من ستاپ معاملاتی رو برات میذارم با توضیحات کاملش که تو یاد بگیری. پس ستاپ معاملاتی با توضیحات کاملش برات گفته میشه. اوکی، مثل این میشه که الان اومده این ستاپ رو برای من تشخیص داده و من هم دقیقاً اومدم همین ستاپ رو اجرا کردم. ببین این ستاپی بوده که به من داده، قیمتی که بوده گفته، استاپ رو گفته، تیپی رو هم گفته. حالا من برم کجا اوردر بذارم، کدوم نمیدونم بروکر، اینا میشه بحث بعدی، اصلا به الانمون ربطی نداره. ما میایم اینجا میذاریم. نکته بعدی که داره چی هستش که خیلی مهمه واسه من، این ستاپ رو من بهت میدم، توضیحاتش رو میدم، ولی ما اینجا یه تفاوت بزرگی داریم. ما اینجا کانال سیگنال نیستش، این کانال یادگیریه، کانال آموزش تو هستش. اوکی تا اینجا؟ پس من یک کانالی هست که استقامت به من هم ستاپ معاملاتی رو معرفی میکنه، هم دلایلش رو میگه. تفاوت ما با همه کانال‌ها اینه چه تیپیمون بخوره، چه اس‌المون بخوره، چه ستاپ نداشته باشیم، با دلایل و توضیحات می‌نویسیم چرا این اتفاق افتاد. چرا؟ چون بازار واقعیه. قرار واسه بازار واقعی آماده بشین. قرار از تفکر یه شب پولدار شدن و این موارد و مسائل زرد و این چرت و پرتایی که میگم بیای بیرون، واقعا تبدیل بشی به یه کسی که میتونه توی این بازار خودش رو کنترل کنه، ریسکش رو کنترل کنه و بتونه کارش رو انجام بده. پس این کانال تمام این کارا رو هیچ هزینه‌ای هم نداره، آزاد هم هستش، همه میتونن بیان استفاده کنن، همه میتونن بیان نقدش بکنن. هیچ مشکلی با این قضیه نداره. خب حالا استقامت تو اومدی ستاپو دادی به من، کارا من انجام دادم، ولی من این همه چندین سال دوره رفتم، کلاس رفتم، نمیدونم هزینه کردم، میلیونی میلیاردی هزینه کردم، چرا تا امروز نتونستم بیام سود خوبی بکنم؟ اینجات مشکل داره. من تو جلسه 5 که ولت نمی کنم که واسه اونم واسط راهکار گذاشتم. نزن هی بره جلو، وایستا گوش کن، اینا مهمه، عجله نکن، قرار متحول میشه. چی کار کردم؟ برای جلسه 5 اومدم یک دوره 8 قسمتی پادکست تخصصی روانشناسی بازار با عنوان مدار ممنوعه پول و برگشتی از ذهن فقیر به ذهن قدرتمند براتون تهیه کردم. توی این 8 جلسه که هر کدومش اینا 21-2 دقیقه بیشتر نیستش بچه، یعنی یه زمانی که شب موقع زمان تو تراپی گیر کردی بزن گوش بکن. به صورت کامل اومدم تمام اون پیچ و مهره‌های اضافی مغزتو باز کردم، یک کارواش درست حسابی مغزتو بردم و یک ذهنیت سالم و درست رو برای بازار مالی برات تشریح کردم که اون در کنار این ستاپ‌ها اینا مکمل همدیگه میشه و تو رو تبدیل میکنه به یک تریدر منظم و یک تریدر سالم که بتونه تو بازار مالی در مقابل تمام این پستی بلندی ها توانمند باشه، تحمل بکنه، کارش رو بره جلو. اوکی، پس ببین من نیومدم بسنده بکنم فقط ستاپ، نه، ستاپ به همراه آموزش، به همراه دلایل شکست، به همراه دلایل موفقیت، به علاوه این که در ادامه میگم ما باید تو به علاوه اینکه ذهن تو رو من ول نکرده، اومدم برای ذهن تو هم، برای روان تو هم یک مجموعه بسته پادکست جذاب و باحال درست کردم با کیفیت عالی که گوش بکنی. و سوم، قانون بدون شکست این جلسه، یعنی هر موقع این کار رو انجام دادی خودت از این کانال، از این سیستم من بنداز بیرون، خودتو برو بیرون. قانون رعایت مدیریت سرمایه هستی. ما توی این قراره یاد بگیریم با یه اکانت $100 و با حجم 1/100 لات، فقط 1/100 لات، چطوری پوزیشنامون رو مدیریت بکنیم تا بتونیم به یک جواب درست برسیم، بتونیم گلیم خودمون رو بکشیم بیرون. و من بهت قول میدم اگر 3 ماه با این سیستم بری جلو، مشاهده بکنی موفقیت‌هات، ضررهات، شکست‌هات، سودهاتو و بتونی به خودت کنترل داشته باشی، فارغ التحصیل میشی. اون موقع وقتی که تو تونستی یه اکانت $100 رو مدیریت بکنی، $100,000 هم میتونی مدیریت کنی.
$500,000 هم میتونی مدیریت بکنی دیگه، بعدش ته نداره، هر چی باشه رو میتونی مدیریت بکنی. پس این خدمتیه که من میتونم بهتون بکنم. برای چی؟ برای اینکه جلوی اشتباهاتی که توسط خودتون برای خودتون ایجاد میشه رو بگیرید. کاری هم ما به هیچ کسی نداریم. ممکنه یه نفری باشه که بگه آقا $100 من تو 3 ماه میکنم $100,000. نوش جونش، اگر میتونه بکنه بره بکنی، میتونه بکنه، تو هم میتونی بری دنبالش. ولی ما اینجا دنبال یه چیز دیگه هستیم. اگر دنبال اینی که من میگم بهت هستی، ادامه بده. اگه تا اینجا با من پیش اومدی و واقعا برات مفید بوده 4 جلسه قبلی، این جلسه ادامه بده، نتیجه هم میگیری، پس مسیرت درسته. اگر نبوده و همینجا ما رو آنفالو بکن، آن سابسکرایب کن، برو، نمون. ولی اگه خوب بوده یه بهایی داره فقط برات. بهاش این هستش که بقیه کسایی هم که تو این گرداب و منجلاب ضررهای پیاپی افتادن دستشون رو بگیری، بیاری و بگی که آقا بیا مسیر درست رو من دیدم، امتحان کردم، تو هم بیا برو امتحان بکن. اینم بهایی هستش که باید واسه این موضوع پرداخت بکن. پس من توی این جلسه 5 نیومدم تیغ رو بدم به دست زنگی مست. تیغ هوش مصنوعیه، زنگی مست تو بدون ستاپ درست ذهنی هستی. هم ستاپ درست ذهنی رو بهت دادم با پادکست ها، هم ستاپ معاملاتی درست رو بهت دادم، هم اومدم مدیریت ریسک و سرمایه رو بهت دادم که اگر اینها رو رعایت بکنی، با همدیگه پیش بری، همه ضعف‌ها و موارد و مسائلش رو فردا میتونی بگی آره هم رفتم، من یه کاری کردم، من بعد از این همه سال یه کاری کردم. فرقی نداره چند سالت باشی. میخوای الان تو یه پسر بچه 10-12 ساله باشی، یه دختر خانم 10-12 ساله باشی که داری این سیستم رو نگاه میکنی، یا اینکه نه یه آدمی باشی که سنت بالا باشه یا باب سن گذاشته باشی، یا حتی فکر کنی که آقا من دیگه سنم از آموزش گذشته. نه، هیچ کدومه. برای همه مفیده و همه هم میتونن استفاده بکنن. چرا؟ چون فقط باید توی این سیستم به یک نفر خودت رو اثبات بکنی و اون یه نفر هم هیچکی نیست جز خود تو. بقیه کارا رو هوش مصنوعی و استقامت برات انجام دادن. این هم چیزی که من از دستم برمیومد واقعا براتون انجام بدم و خیلی طول کشید تا به اینجا برسم. خیلی فکر کردیم با گروه تیم فکریمون، سیستمی که داریم که واقعا چه خدمتی رو میتونیم به دوستانی بکنیم که ما رو فالو میکنن، همراهمون هستن. و این تنها خدمتی بودش که دیدم برای این جلسه میتونه برامون خیلی مفید باشه. یک استودیو لب AI پسند AI تریدینگ کامل برای علاقمندان به این موضوع که بتونن کارشون انجام بدن. پس بچه‌ها شرایط این دوره رو من داخل کانال گفتم، لینک کانال رو براتون هم تو توضیحات اینجا گذاشتم، هم تو اینستاگرام گذاشتم، همه جا براتون گذاشتم. این رو برید استفاده بکنید و بهترین نتایج رو انشالله در کنار هم دیگه خواهیم ساخت و برای من می‌نویسید که آقا ما زدیم، شد، انجام دادیم و انشالله به اون اعتماد به نفس و با اون انضباط رفتاری مناسب برای بازار مالی توی این سیستمی که هستیم با کمک هوش مصنوعی برسید. شاد و پیروز و سربلند.